آیا از عوارض لمینیت دندان اطلاعی دارید؟ شایع‌ترین عوارض لمینیت دندان کدام ها اند؟ سلام دوستان، لامینیت که به آن وینر و یا روکش دندان نیز میگویند، از جمله روش های زیبایی دندان پزشکی است که با هدف بهبود ظاهر دندان ها انجام می شود. این عمل شامل قرار دادن لایه و یا پوسته های نازک همرنگ مواد دندان در سطح جلوی دندان ها است که شکل، اندازه و رنگ آن را بهبود می باشد. لامینیت دندان به شما یک طرح لبخند زیبا ارائه می کند. اما این را هم در نظر داشته باشید که لامینیت دندان عوارضی هم دارد که در این ویدیو میپردازیم به عوارض لامینیت دندان. دوستان اگر این سبک و محتوا را میپسندید حتما ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و همینطور این ویدیو را تا آخر ببینید که در قسمت آخر ویدیو یک نکته بسیار مهم در مورد لامینیت دندان به شما خواهم گفت. حساسیت و درد دندان یکی دیگر از عوارض لامینیت دندان که پس از انجام این روش بروز می کند حساسیت دندان است. حساسیت دندان به ناراحتی یا درد ناشی از قرار گرفتن دندان در معرض دمای سرد یا گرم، غذاهای شیرین یا اسیدی یا حتی هنگام قرار گرفتن در معرض هوا اشاره دارد. به یاد داشته باشید این حساسیت می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد، از جمله برداشتن مقدار کمی از مینهای دندان یا قرارگیری نامناسب لامینیت دندان که می تواند به حساسیت دندان کمک کند. تغییر رنگ در لامینیت دندان یکی دیگر است عوارض لامینیت دندان که ممکن است با لامینیت دندان ایجاد شود. تغییر رنگ در طول زمان است. شکستن یا لب‌بر شدن لامینیت دندان. لامینیت دندان می تواند مستعد شکستگی یا لب‌بر شدن باشد، به خصوص زمانی که در معرض نیروی بیش از حد یا ضربه قرار گیرد. تحریک و التهاب لثه. تحریک و التهاب لثه یکی از خطرات لامینیت دندان است که در اثر قرارگیری نادرست لامینیت دندان بروز می کند و می تواند باعث عفونت و خونریزی لثه شود. بسیار مهم است که دکتر دندان اطمینان حاصل کند که لامینیت به طور دقیق نصب شده است و بافت لثه توسط لبه های تیز تحریک نمی شود. در بسیاری از مواقع علت اصلی افتادن لامینیت دندان تحریکات لثه است. نکته مهم آخر ویدیو این است که آیا لامینیت دندان باعث پوسیدگی دندان ها می شود؟ این نگرانی و سوال خیلی از مریضانی است که به ما مراجعه می کنند. دوستان، مواد لامینیت دندان به هیچ وجه باعث پوسیدگی دندان ها نمی شود. چیزی که باعث پوسیدگی دندان ها می شود عدم رعایت بهداشت دهان و دندان است. همچنین عدم مراقبت های بعد از لامینیت گذاشتن است که باعث پوسیدگی دندان ها می شود. دوستان تشکری میکنم که ما را برای تماشا انتخاب کردید. این بود عوارض لامینیت دندان و کانال ما را سابسکرایب کنید. همچنین ویدیو را لایک کنید تا به افراد بیشتری نشان دهید. تشکری میکنم که باز هم با ما بودید. تا ویدیوی بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خدا میسپارم. نگهدار. همیشه راهی برای داشتن لبخند زیبا وجود دارد.